با فرا رسیدن موسم سردی بیماری‌های شدید راهی نفس اوج گرفته، تعداد گرفتاران آن می‌افزاید. طبق تحلیل‌های آماری امروزها 70-75% بیماری‌های سرایتی را بیماری‌های موسمی تشکیل می‌دهند. طی هفته آخر زیاد گردیدن مراجعت شهروندان دایر به بلندی طبی بدن، سلفه، بیمه‌داری، کارمندان ساحه تندرستی را به تشویش آورده است. بنا به اطلاع دکتران عائلوی مرکزی سلامتی رقمی 1 شهر خوجند، بیماری‌های زکام معمولی امروز زیاد گردیده. بنا به اطلاع داده شده نشانه‌هایش با کرونا ویروس به همدیگر مانند میباشد، اما از یک چند جهت فرق میکند. اساساً شکایت‌های آنها به تسب بلند، سلفه، درد گلو، رفتن آب بینی، درد سر، همین علامت‌های زکامی میباشد که اساساً در همین موسم در سال‌های پیش هم این علامت‌ها دیده میشد در بین بیماران. هنگامی به بیماری زکامی دچار شدن تسب بلند دیده میشود، هم در بین کودکان و هم در بین کلانسالان. تسب بلند بین 2-3 روز آهسته می‌فراید و از 4-5 روز الکی حالتشان بهتر میشود. ولی هنگامی بیماری کوویدی باشد تسب 3.2 3.3 همین سوفیبریلی میگوییم تا 3.5 دور دراز تا 3 روز 4 روز 5 روز تب میکنن و همین با رفته همین تسب آدم بیمه‌دار میشود. هنگامی گرفتار شدن به همه نمودی بیماری های شدید که آنها با تسب بلند با علامت های زهرآلودشوی ارگانیسم میگذارند، بیماری های شدید التهابی، همش پیام آرامی ارگانیسم در کار، چون تمام ارگانیسمش اذیت میکشد از همین ویروس. در تمام ارگانیسم پهنشمی همین ویروس دیده میشود. همین البته که بهتر میباشد که 3-5 روزه بیماریش و آرام خوابد و نوشاکیش بسیار خورد و به ارگانیسمش آرامی دهد. چون متخصصی ساحه تندرستی اطلاع داد، بیشتری بیماری‌های موسمی امروز در بین کودکان و نوجوانان دیده می‌شود. نوبسته از آن باید شخصانی از حساب گروه مقصدناک به توصیه دکتران عمل نمایند. طبق اطلاع رسمی از سنه 9 اپریل سال 2021 تا به سنه 11 ژانویه سال 2022 1,609,015 نفر یا اینکه 61.6% ساکنان شهر و ناحیه‌های ولایت سوخت وایه ضد کرونا ویروس گرفتند. هدف از عمل مذکور بلند برداشتن مسئولیت بدن می باشد که قابلیت مبارزه ارگانیسم را بر ضد این بیماری و دیگر بیماری های راهی نفسی زیاد می کند. ایمونیزاسیون این از همه سوال دردناک همه طبیبان و همشیرهان شفقتی حاضر در همین روزهای آخر می باشد که چونکه خلق نسبت همین ایمونیزاسیون حال و هم رفتار منفی دارد، چونکه نهایت آدمانی که شعور آنها همین گپ را قبول کرد، شعور آنها میفهمد که ایمونیزاسیون برای پیشگیری ففت آدمان می باشد و شخصانی که همین را درک کردن آنها خودشان آمده از ایمونیزاسیون حالا به ایمونیزاسیون سوم این دوز بوستری میگویند برای همون هم با خواهش خود آمده استادند. شخصانی که نسبت ما رفتار منفی میکنند، با ما جنجال میکنند، ایمونیزاسیون را گرفتن نمیخواهند، میخواهند که از ایمونیزاسیون سرکشی کنند، زبان خط مینویسند. این آدمان نمیفهمند که آخر همه غمخوری دولت ما نسبت زنده ماندن آنها، نسبت سلامتی آنها می باشد. همین رو هیچ درک کردن نمیخواهند و شخصانی که همین از واکسیناسیون نمیگذارند آنها خطری کلان را برای ما آدمان به وجود میارند، چون که اگر آنها سرایت یابند شخصانی که حقیقتا بیمار می باشند، شخصانی که حقیقتا همین واکسن رو گرفته نمیتوانند، آنها رو سرایت کرده سبب ففت چندین قدر آدمان می شوند. امروزها پنجشنبه نوع دیگری کرونا ویروس اومیکرون جامعه جهانی را به تشویش آورده است. هرچند این نوع بیماری در کشور ما به قید گرفته نشده است و آن طریق هوای قطرگی انسان را مبتلا می کند، ما نباید نسبت به سلامتی خود و اطرافیان فارغ بالی ظاهر نماییم. مطابق به معلومات رسمی وزارت تندرستی جمهوری ازبکستان، کرونا ویروس و شتام نوع آن اومیکرون در این کشور به قید گرفته شده. در این جهت امگذرانی و رعایت قاعده‌های اساسی بهداشتی در حدود شهر و ناحیه‌های کشور ضرور است، زیرا آن احتمال پیدایش شکل وزنی این بیماری را تا اندازه کم کرده صورت انتقال ویروس را کاهش می‌دهد. مرکز ما که در مرکز شهر خوجند واقع است به 25,640 نفر اهالی خدمت رسانی طبی را می‌رساند که عین حال
ҳамаи кормандон бо ваксинатсияи аҳолӣ бар зидди бемории ковид машғуланд. Ҳамарӯза кормандони мо гардишҳои хонагӣ мекунанд. Ҳангоми гардишҳои хонагӣ дарёфти беморони ҳамин категория бошад, табиб албатта дар хона рафта ин беморонро мебинад, муолиҷа мекунад. Агар нишонаҳо бошад, бо ПЦР ёки бо ташхиси антиген ҳамин одамҳоро фаро мегирем. айни ҳол бо мақсади пешгирӣ аз интиқоли бемории сироятии COVID-19 эми нигаҳ доштани саломатии сокинону меҳмонони вилояти Суғд ҷиҳати иҷрои қарори Ситоди Ҷумҳуриявӣ оид ба пурзӯр намудани чораҳои зидди эпидемиявӣ барои пешгирии интиқолу паҳншавии бемории сироятии COVID-19 дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд тадбирҳо ҷонб карда шудааст.